امروز قرار بود رئیس جمهور و رئیس اجرایه به خاطر اختلافات موجود در حکومت وحدت ملی با هم دیدار و گفتگو نماید. رئیس اجرایه گفته بود که شخصی که حوصله بحث کردن و شنیدن را ندارد لیاقت ریاست را همچنان ندارد. این گفته‌های ریاست اجرایه با واکنش ریاست جمهوری مواجه شد و ریاست جمهوری گفته است که آقای عبدالله خلاف تمام موازین و روحیه دولتداری صحبت کرده است. حزب همبستگی قبلا پیش بینی کرده بود، بارها قبل از ایجاد حکومت وحشت ملی پیش بینی کرده بود که این وحدت ساخت امریکا به زودی به وحشت و کله‌شکنی خاتمه پیدا میکنه و امروز میبینیم که به واقعیت امور رقم شد و حکومت دوسری که جان کری می ساخت در افغانستان آورد. ما پیش بینی کرده بودیم که به مراتب بدتر از دوران کرزی وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد در هر زمینه و او را هم امروز میبینیم که واقعا امور رقم هست. ببینین امروز در سراسر افغانستان، از گوشه و کنار افغانستان خون است که میبارد، جویهای خون جاری است. فقر و بدبختی و فلاکت دامنگیر مردم افغانستان هستند. یکی از جنجال‌ها و اختلافاتی که اینا هیچ وقت با هم جور نآمدن، معلوم بود که اینا به خاطر هیچگاه بخاطر چون منافع شخصی خود در اولویت قرار میدن، منافع ملی مردم اصلا فکر نمیکنن. به این خاطر همیشه جنجال‌ها دور از بعید نبود که حتما اینا اتفاق مفته بین ازیا و امروز افتاد. ببینین تا دیروز محقق اشرف غنی چی میگفت؟ قاقروده. خودم عبدالله چی میگفت؟ استاد من نمیفهم تقلب و دیگهش میگفت ملحد و کافر و یهود مچوم دیگه و دیگه. امکان داره وقتی که کلمات بگیم باز با یهود یک جا کار کنه، با کافر یک جا کار کنه، با قاقروده یک جا کار کنه؟ پس این نشان میده که حتی اینا به هیچ وجه نمیتونستن. و از طرف دوم اینا هم نادیده نگیریم، چون اینا در آخرین تحلیل اینا ملی نیستن، ملی فکر نمیکنن و به سرکردگی کشورهای دیگه اینجا آمدن و دولت پوشالی رو در افغانستان ساختن. مگر امینها رای مردم از آن خود نکردن؟ به هیچ وجه رای مردم نه، رای مردمی بود یک سال بعد نتیجه انتخابات اعلان نمیشد، دم یک سال اعلان میشد و ایران معلومی جان کری نبود که ساخت. از اینکه بالاتر دیگه مردم هم بازی ندیم که برای مردم آمد. من میگم این کلمات دیگه دور بندازیم، چون قدر انتخابات خیلخند و ریشخند و پرفساد بود که در تاریخ جهان حق شده که در افغان اصلا این انتخابات در کل دنیا نبوده. اینا زود به معامله میاین، پس جور میاین، پس اینا یک جا میشه و یا شاید هم اینا خوبی رو میفهمه که اگه زیاد زیادتر ما ادامه بدیم با جان کریمی گوشکایشان تو میته، باز زیاد دست نوازش سر از بچهای نازدانی خود میکشه، اینا رو پس سر راه میاره که ادامه بدیم. در غیر از میفهمه که باز با اینا چی کنه. عبدالله مثل بچی فیلم هر روز با دریشای نو خود حاضر میشه که هر دریشیش از $1,00,000 کمتر نیست. محمد خان کمرش از چی محقق از چی سرور دانش از چی دیگه‌اش است، هر کدام از ببینیم اینا به غیر از چور چپاول دیگه چی کردن که امروز نیست. باز میایم انمی مشاهد چی داشت که امروز جنگ سر این کرسی است. امروز خانه‌ایش برین در تخار ببینین، در فرخار ببینین، در خود کابل ببینین بلند منزلایش و دیگه دارایی‌هایی که در دبی جای دیگه داره، اینا رو از کجا کردن؟ پس من یک چیز دیگه میگم، وزیرا همگیش فقط به خاطر دلار و قدرت سر چوکیا میاد. قدرت درجه دو، دلار درجه اول. اگر چنین نیست زاخیلوال شاموری فساد نبود، خود زابلی نگفت که وزارت دفاع $340 میلیون امیال اختلاس شده که اکثر این جنرال‌ها دست داره. این جنرال پشقل شما فراموش میکنین که با چه سرحد به برآمد. راپورای سیگار شما فراموش میکنین که هر روز از فساد نایاد میکنن. من میگم کدامش اول بگین؟ در وزارت سطح عامه برین، مکاتب خیالی رو شما چی میگین؟ فساد نیست چیست؟ این دلارزا نیست چیست؟ من میگم بیشتر از این مردم بازی نتیم، بگیم که تمام پست های دولتی فقط به خاطر دلار، به خاطر مقام و به خاطر از اینکه بتونه افغانستان بیشتر از این به یک ماتم کده تبدیل بسازه، به یک کشور فساد زده تبدیل بسازه، بیشتر از اینا کار نمیکنه. هیچ کدامش واقعا تا حال به منافع مردم کار نکردن. اگر کردن پس بفرمایید کدام پروژه زیربنایی یا کار زیربنایی را به این ملک، به این ملت، به این مردم انجام داده که مردم بگه آفرین تا امروز به سرحد رسیده، که مردم میگه ما با مکفنکش سابق خدا مکفنکش سابقه را بیامرزه. اینا حتی به اندازه دولت پوسیده و فساد زدی کرده و نتونست کار را انجام بده. تشکر خانم غفار. امیال ببینین اختلافاتی که بین جمعیت و جنبش است، بین امیال دوستم و خود اشرف غنی که از دوستم درک نداره، غیب از کجاست. این اختلافاتی است که خواهی نخواهی بین اینا بروز میکنه. به اینا دقت، اینا آگاهانه ناگاهانه یا بدون است که بخوای نخواهی، چون ماهیت ضد ملی ندارن، به منافع خود اول فکر میکنه، این اختلافات بروز میکنه. من میگم ببینین امروز به حدی حکومت شاریده که هر روز تنفر مردم بیشتر شده میره، هر روز فاصله مردم از این حکومت بیشتر شده میره. من میگم آفرین به او وجدانهای، آفرین به او افرادی که هنوز هم از این حکومت دفاع میکنه، هنوز هم مردم بازی میته و میگه این حکومت کارایی را میکنه.
یگانه راه سرنگونی همچون نظاما و برقراری حکومت مردمی است که میتونه واقعا به منافع مردم فکر کنه.